من عرفانم، خیلی به کانال یوتیوبم خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد اون چالش‌ها با هم دیگه صحبت کنیم که سری میریم سر اصل مطلب. اولینش گرفتن اجازه خانواده است. Why does everything have to be so complicated? اگر شما جزو اون دسته آدمایی هستید که خانواده دارید که حمایتتون میکنن و میگن برید و عزیزم مستقل شو، اگه میخوای مهاجرت کنی مهاجرت بکن، اگر میخوای جداشی اوکیه و کلی هم ساپورت میکنن، کلی هم پشتتونن، این دیگه ویدیو به درد شما نمیخوره. اما اگر جزو اون دسته آدمایی هستین که اینجوری سایش دارین به خانواده و شاید تو ذهنتون میگین ابدا محال ممکنه که من بتونم اجازه خانواده‌مو بگیرم برای اینکه همچین حرکتی بزنم، اینجا رو گوش بدین، به کارتون میاد. ببینید اینطوری براتون بگم که دعوا مرافعه کردن و جنگیدن سر این ماجرا، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنم باید بجنگی تا برسی به اون چیزی که میخوای، شاید خیلی راه کار نباشه، شاید خیلی جواب نده بهتون. باید بگردین ریشه‌شو پیدا کنین، ببینین که چرا دارن خانواده ها مخالفت میکنن باتون و ریشه اصلی مخالفت کردن خانواده ها سر این ماجرا برمیگرده به یک کلمه: ترس. خانواده‌های ماها میترسن و این هم یه چیز ریشه‌ایه که برمیگرده به سالیان قبل. به جدای از این که ترس از این دارن که اتفاق نیفته، بلایی سر بچه‌ها نیاد، ترس پدر مادر رو حمایتگر بودن و اینکه دوست دارن زیر پوشش خودشون باشین تا بتونن ازتون مراقبت کنن، اینو میذاریم کنار. یه ترسی که وجود داره، ترس از ناشناخته هاست. همیشه در ذهن خانواده هایی که حالا به خصوص خانواده ایرانی یه سلسله مراتبی برای زندگی تعریف کردن که بر اساس اون سلسله مراتب زندگی براشون تعریف بهتری داره، پیش بینیش میتونن بکنن و چون پیش بینی پذیرتر میشه زندگی براشون، استرسشون کم میشه و راحت‌تر میتونن زندگی رو سپری کنن. اونم چیه؟ در ناخودآگاهشون وجود داره، از نسل‌های قبل بهشون منتقل شده. اونم اینه که خب تو بزرگ میشی، میری مدرسه درس میخونی، بعد میری دانشگاه، بعد پسر میاد دختر ازدواج میکنه، پسر میره سربازی، بعد میاد تشکیل زندگی میده و بچه دار میشن و به همین سیستم میره جلو. نایس. این سیکلیه که در ناخودآگاه ذهن خانواده ها وجود داره، کاریه که خودشون کردن، نسل قبلشون کردن و هنوز هم توی وجود داره. وقتی برگردیم به چندین سال پیش می‌بینیم که اینکه یک دختر در همون ابتدای کار، قبل از اینکه اصلا وارد دانشگاه بشه، اصلا دانشگاه رفتن برای دختر بد می‌دونستن. یعنی توی بود که دختر به دانشگاه چش خوشش باز میشه و بعد دیگه نمی‌تونه زندگی خوب داشته باشه، شوهر خوب پیدا نمی‌کنه، وای بعد دختر که بره دانشگاه. به این تفکرات بود. اگه برگردیم به زمان قدیم، خیلی سن پایین‌تر دختر ازدواج می‌کرد تا اینکه طی زمان و جنگیدن و تلاش کردن و برای اینکه یه چیزی رو محقق بکنن آدم‌ها، دیگه این خیلی روال شد. حتی سر کار رفتن هم همین سیستم بود. دختری که بره سر کار وای بده. و ببین یه چیزی هم اینو بگم، چیزی این وسط وجود داره، به غیر از اون تفکراتی که خانواده دارن، اون سلسله مراتب پیش‌بینی پذیر بودن ماجرا که دوست دارن رو همین مسیر حرکت کنن، یه چیز دیگه‌ای هم اینجا وجود داره به عنوان فشار اعتقادی و فشار اجتماعی. فشار اعتقادی اینه که حالا اگر که مذهبی باشن خانواده‌تون، سری تفکرات اعتقادی دارن که باز اونم از ترس میاد، تفکرات هم بعد این شکلی هم بروزش میدن. یعنی این نیست که بیان به تو بگم ما میترسیم، ما نگران ما، نه، این شکلی بروزش میدن که شروع میکنن تو رو کوبیدن، سرکوب کردن برای اینکه سر جا بشوننت. حالا اگر مذهبی باشن، یه سری از این سمت دین و مذهب وارد میشن که دختری که بخواد جدا شه مثلا در حال تفکرات خودمون اینا، ولی میان برای اینکه تو رو سرکوبت کنن چیکار میکنن؟ بهت میگن که چرا؟ مگه میخوای چیکار کنی؟ میخوای جدا شی که چی بشه؟ که فلان کارو کنی، که بهان کارو کنی، نمیدونم به پسر میخوای به دنبال خراببازی و اونا، میخوای
بویی بخوریم؟ مگه تو همین خونه جا نیست؟ مگه همینجا نمیتونیم فلان کنیم؟ این شکلی شروع میکنن هی شما رو سرکوب کردن که این حس گناه، حس بد به شما بدن که میشه خودتون فکر کنید اگر من میخوام همچین حرکتی بزنم همچین تفکری دنبالمه. و یه فشار اجتماعی هم هست که اون فشار اجتماعی اینجوری بروز میکنه که بقیه چی میگن، مردم چی میگن، این فلانی فامیلا چی میگن، وای دخترش میگن جدا شده رفته که چی کجا هست؟ اگه میخوای تو شهر خودت باشی که دیگه واقعا اصلا خونه زندگی داری رفتی تو شهر، این با خانواده‌اش حتما مشکل داره، میان پشت سر میگن با خانواده‌اش به مشکل برخورده، میگن میخواد بره دنبال فلان که دختر جدا شده، میگن دختر ولویی شده که جدا داره زندگی میکنه و خیلی از این چیزا. این فشارها هم روی خانواده هست که تمام این فشارها در کنار هم باعث میشه که این فشارها رو بردارن، همه بشه براشون ترس، اضطراب، استرس و این فشارها بر اساس یک سرکوب‌ها، یه سری فشارهای این شکلی روی شما بیارن که متوقفتون کنن از هر کاری که میخواین بکنید. خب 3 days later. و حق بدید بهشون، باهاشون نجنگید، فقط بدونید که این اضطراب هایی که دارن رو شناسایی کنید، ببینید چیا بیشتر اذیتشون میکنه و ببینید شما قراره مثال بزنم، دیدین اون موقعی که یه فیلم ترسناک میبینی چی بیشتر از همه تون فیلم ترسناک حتی به شما بیننده اضطراب و دلهره میده؟ اون لحظه‌ایه که بازیگر اینجوری داره میره توی یک تونل تاریکی که اونورش معلوم نیست، داره میره دری رو باز کنه که معلوم نیست اونورش چیه، یک صدای توی یک محیطی میاد که این صدای ناشناخته است توی فضا، نباید اینجا باشه. تمام اینها باعث ایجاد دلهره میشه که وقتی بازیگر داره میره سمت اون تونل، سمت اون تاریکی، سمت اون دره یا صدا، ما که اینجا نشستیم چرا داره میره سمت این؟ چون ناشناخته است. حتی برای ما هم، حتی برای خود شما هم، تا قبل از اینکه بفهمین چرا میخواین از خانواده جدا شین، چرا میخواین این مسیر رو جدا کنین، چرا میخواین شهرتون رو جدا کنین، براتون ناشناخته بوده و ایجاد دلهره و ترس میکرده، تا اینکه آروم فهمیدن که من اینجا میتونم برم سر کار، اونجا میتونم با فلانی میتونم کانکت شم که با برم پیششون سر کار کنم، اینجوری میتونم خرج داشته باشم، با فلانی میتونم همخونه بشم یا میتونم با این شرایط خونه بگیرم تو این منطقه ها. ببین هی برای خودت مسیر رو روشن میکنی تا آروم استراب کم بشه و اراده ای رو پیدا کنی که من میخوام حرکت رو بذارم. خب و تنها کاری که باید شما بکنید وقتی تو این مسیری که خانواده پیش‌فرضشون اینه که پیش‌بینیشون اینه که باید توی این مسیر حرکت بشه و شما بخواید از این مسیر خارجی برید توی کوچه‌ای که از نظر اونها این کوچه تاریکیه و نمیدونن بچه‌شون داره کجا میره، شما فقط کافیه نور بندازید و این کوچه رو براشون روشن کنید. آهسته آهسته با توضیح دادن، با اینکه چه پلنی دارین، چه برنامه‌ای دارین، نمیخواین برین دنبال کار خاصی، هدف دارین، میخواین برین به یک جایی برسین، میخواین برین یک حرکتی کنین، اگر از لحاظ کاری و پیشرفت کاری براشون توضیح بدین که من جابجا شدنم، رفتم به شهر دیگه یا مهاجرتم به کشور دیگه، این اتفاقا رو در آینده من ایجاد این تفاوت‌ها رو در آینده من میکنه، میتونم این کار کنم، تحقیق کردم، بهشون اثبات کنید که این کارا رو کردین، تحقیق کردین و قراره این اتفاقات تغییرا برای شما رقم بخوره. اینا توضیح بدین. حتی اگر از لحاظ روحی واقعا می‌بینید که نیاز دارین از خانواده به هر شکلی جداشین، توضیح بدین، بگین به نسبت شرایط زندگی، به نسبت شرایط احساسی، روحی و واقعا با یک بعد درستی اینا رو براشون شرح بدید، توضیح بدید و همینجوری علامت‌های کوچولویی توی این جاده تاریک از نور براشون بذارید تا آهسته آهسته این جاده براشون روشن شه. میدونم که ممکنه حتی با وجود اینکه جاده رو براشون روشن می‌کنین، به خاطر تعصباتشون، به خاطر اینکه باز دلشون نمیخواد از توی این مسیر شما باشون نباشید و مسیر رو جدا کنید، موافقت نکنن و باز شما پافشاری کنید و جنگ و دعوایی داشته باشید، ولی این روشن کردن مسیر خیلی کار رو سهل میکنه براتون، خیلی آسونش میکنه. من خودم به خاطر اینکه این جاده رو برای مادرم روشن کرده بودم، خیلی با همراه اومد، خودش همراهیم کرد، خودش پشتم بود توی با اینکه خیلی طول کشید، واقعا طول کشید و من تک فرزند هم بودم و خیلی طول کشید که این مسیر رو بتونم روشن کنم و اصلا اجازه بهم بدن که روشنش کنم. ولی خب برای پدرم خیلی سخت‌تر بود و حتی تو مسیر مهاجرت من، اومدن من به تهران و جابجاییم هم اونقدر منم حمایتی کرد، نه پشتیبانی کرد، نه همراهی با من کرد. و الان من 4 ماه که الان اینجام و از لحظه‌ای هم که اعلام کردم که قطعی تصمیم گرفته بودم که برام تقریبا 3 ماه هم برمیگذره، تقریبا 7 ماه از اون شروع کار داره میگذره و الان به تازگی با من بعد از گذشت 7 ماه
از این داستان به تازگی به مادرم و من در مده گفته که واقعا افتخار میکنم بهت، جسارت داشتی. من که پدرتم شاید جسارت داشته باشم شهر محل زندگیم رو عوض کنم، کارم رو تغییر بدم، مسیر زندگیم رو تغییر بدم، از خانواده بعد این همه سال که تنگ جگرشون بودم جداشم. و اینکه تو این جسارت رو کردی که یکی و تنها پاشی این همه تغییر رو به جون بخری و این همه فشار سخت رو به جون بخری و بری این حرکت رو بکنی، خیلی نشون دهنده قدرت تو. دمت گرم، بهت افتخار میکنم. و کلی نازنازین کرد سر این ماجرا بعد از 7 ماه. خلاصه اینکه اگر مسیر و انتخاباتتون درست باشه، حتی اگر که مخالفت ها هم خیلی سخت و سنگین باشه، ولی با اتفاقی که میخواین و باید میفته براتون، پس این حل میشه. خب بریم سراغ چالش بعدی. Alright. چالش های مالی و خرید وسایل مورد نیاز. اجازه بازم بگم اولش که شما باز دوباره جز اون دست آدمایی هستید که یا خودتون خیلی حالا داشتید سرمایه پول و اینا که بگذاریم، مگرم که خانواده دارین که از مالی راحت آسوده ساپورتتون کردن، هم باز این بخش هم به درد شما نمیخوره. بزنش بریم جلو. بخش مالی برای شخص خودم بخش چالش برانگیز بود، چون موقعی که من تصمیم گرفتم که این کار بکنم، این حرکت رو بزنم، واقعا از لحاظ مالی خیلی اوضاع مالی خوب نبود و خیلی یهویی هم این اتفاق افتاد. ببین اگر شما مدل تفکرتون اینطوریه که من باید انقدر پول جمع کنم برای پول پیشم، انقدر پول داشته باشم برای کرایه های خونم کنار بذارم، انقدر پول واسه وسیله هام جفت و جور کنم، انقدرم سرمایه داشته باشم که دست خالی نرم توی یک شهر دیگه ای تا میاد کارو بارم که شو استیبل شم. اگر اینطوری فکر میکنی این اتفاق نمیفته. ممکنه بیفته و خیلی طول میکشه، خیلی پیر میشه و اگر پولی هم جمع میکنید این وسط به یک بهانه‌ای، به یک علت، یک هزینه‌ای جور میشه، خرج میشه. من خودم این تفکر داشتم و هی نمیشون تا لحظه‌ای که افتادم توی یک فورسی، توی یک هولی. مادامی که آدم چه کلمه‌ای داره؟ اصرار نداشته باشه، یعنی هول نباشه سر یک کاری، اون کارا رو نمیتونه تو دلش انجام بده. مثل موقعی که شما مثلا یک هفته تایم داری یه امتحانی رو بخونی، بعد میز روز آخر اون امتحان رو دقیقه نداری میخونی، در حالی که اگر واسه یک امتحان سخت یک روز وقت داشته باشی، 2 روز وقت داشته باشی، همونو میشینی تا میخونی. خب اون یه هفته الکیه. بنابراین اینم باید همینطوری بهش نگاه کنی. بگم براتون که مسیری که من سپری کردم چطوری بود. من اینجا یک دوستی داشتم، رفیقی داشتم که الانم هم خونمه به اسم گلی، که گلی به من گفت بیا، شرط کارش هم مثل شرط کار من بود، به هم توصیه هایی میکرد، گفتش اونجا میتونی کار بکنی، اینجا علاوه کاری هدایت هم میکرد تا حدی که بتونم با خیال جمع‌تر بیام. خیلی تصمیم داشتم بیام، ولی خب من بدون اینکه هم خونه داشته باشم برام امکان پذیر نبود اصلا. حتی با هم خونم امکان پذیر نبود اون لحظه، چون واقعا خالی بودم و اون موقع هم کلی هم خونه داشت و آخرین باری هم که من باهاش صحبت کردم، صحبت سر این بود که نزدیک قرارداد خونه‌اش بود، صحبت سر این بود که میخواد با هم خونه‌اش همینجا تمدید کنه و خب نمیتونه الان دست هم خونه‌اش رو بذاره پوست گردو به اصطلاح و مثلا بزنه زیر میز و بگه نه من میخوام جداشم، اون بتونم خونه کار درستی نیست، انسان دوستانه نیست اینطور. و من حتی اینجوری شد که استرسم بیشتر شد و میدونستم که اگر بخوام بیام با هم خونه‌ای باشم، یا باید یکی بگردم پیدا کنم، بسپارم به اینو، یا آشنایی پیدا کنم، یا توی سایتایی که هم خونه و با یکی میتونی هم خونه بشی بگردم یکی رو پیدا کنم، یا حتی به گزینه خوابگاه هم فکر کرده بودم. همین گزینه فکر کرده بودم، خیلی ایجاد استرس می‌کرد برای من. تا اینکه زمان گذشت و من هی ماجرا رو مینداختم عقب، چون هی نمیشد و هی برام چالش برانگیز بود و استرس‌زا بود، هی ماجرا مینداختم عقب. تا اینکه گذشت و گلی به من پیام داد و گفتش که آره همخونش مثل اینکه زده بوده زیر میز و گفته بوده که میخوام جداشم برم سمت دیگه از شهر و گفتش که الان در حال حاضر من همین خونه که توش هستیم رو قراره که چون سندش یعنی قراردادش به نام اون همخونش بود انتقال قرارداد میکنه و ما همینجا میمونیم، همخونم میره و تو بیا سریعا
بیا کارتو بکن و بیا تا 2-3 ماه آینده که موعد تمدید قرار داده اینقدر پول پیش می‌خوای، پول پیشتو اوکی کن و کارا رو جفتجور کن. این وسایل یه لیستی به من داد، این وسایل هم وسایلیه که همخونم داره، اینا رو با خودش میبره، اینا رو کم داریم، هر کدوم از اینا هم که میتونی اوکی بکنی کلیک بزن اوکی کن و Wait, what? یعنی خیلی یهو این اتفاق افتاد و خیلی استرس بود و من واقعا پول نداشتم و این شد که یک بخش از این پول رو مادرم بهم داد، پول پیش رو مثلا ساپورت کرد و بهم داد، بقیه‌اش هم من با وام قرض الحسنه از این طرف از اون طرف وام گرفتم چون آشنا به برحته اون قرض الحسنه که داشتم وام میگرفتم، حتی آشنا رو میبردم حساب باز بکنن، وام فوری میداد حساب باز بکنن که اونجا بتونن وام بگیرن، من چند تا دونه وام داشته باشم و بتونم اینا رو ریجم بکنم بزنم رو هم و هم یک کوچولو بخش پول پیشم اوکیشه، هم یک بخشی از پول وسایل اوکیشه، بتونم به تعدادی هم وسیله و غیر از چیزایی که خودم دارم بگیرم و نمیتونم توضیح بدم براتون که این مراحل گرفتن وام، سر و کله زدن با آدمای مختلف، استرس جور کردن پول چقدر زیاد بود. الان دارم میخندم ولی یادم اون روزایی که دم قرض الحسنه یا توی پیاده رو یا توی خیابون زار اشک میریختم از استرسی که داشتم، به خصوص این که خب من اوکی داده بودم به گلی و اینم از این طرف اینجوری بود که اوکی پس اگر تو اوکی میدی به من دیگه دنبال همخونه نمیگردم و من موظف بودم که پای حرفی که زدم بیستم و نمیتونستم اون آدمم آواره کنم توی شهر غریب. واقعا روزای عجیب غریب و سختی بود، خیلی عجیب غریب بود. حالا این وسط من داشتم بدو که ببین ریز به ریز، یعنی حتی روی آخرین حقوقی هم که من از محل کارم که برگه استعفا نوشتم اومدم، از آخرین حقوقی هم که اونجا داشتم میگرفتم رو ریز ریزش داشتم حساب میکردم، قشنگ ته هرچی حساب داشتم اینجوری میلیسیدم که اینا رو بذارم رو هم دیگه و بتونم یه حرکت بزنم و ببین باید به باربری فکر میکردم هزینه‌اش به از اون طرف هم اینم در نظر بگیرین که من پدرم همراهی نمیکرد و شما موافق نبود از ازدواج ابدا، مثلا اینجوری که برو اوکی میخوای بری برو ولی پولمون رو یختی و این بود که من خودم باید هر کاری که میکردم رو انجام میدادم که بتونم یه حرکت بزنم و به پول باربری فکر میکردم، به اوکی کردن یک باربر با کسی که بیاد وسایل رو بار بزنه ببر وسایلی که خودم اینجا دارم رو فکر میکردم، به اسباب کشی و هزینه هاش فکر میکردم، به هزینه بونگا و شیرینی توی بونگا دادن و هزینه بونگا دادن، تمام اینا رو من باید فکر میکردم بهش که پولاشو بتونم اوکی کنم و این وسط این بحبوحه ها و وسط این استرس ها یک پیام اومد که هم خونه دوستم گفته بوده که خونه پیدا نکرده و گفته میخوام همجا بمونم، نمیخوام برم. That is fucked up, Daisy. آب سرد انگار ریختم من و خب این احتمال رو میدادم که گلی بگه اوکی دیگه این برگشت رو من نمیتونم کاریش کنم و نمیشه. اون آدم گلی هم به خاطر اینکه هم واقعا رفیق بود، آدم دوری از من نبود، آدم خیلی صمیمی نزدیکی به من بود، این حرکت رو نزد و گفت من تو حرف زدم و اینجا دیگه نمیخوام بمونم، اصلا به دلم نیست و در ذهن من با تو دلم میخواست که دیگه استارت جدید رو داشته باشم و میگردیم دنبال خونه. خیلی هم از این شروع کردیم به پیدا کردن خونه، تو تمام سایت‌های مختلف گشتن، من برام لینک بفرسته اینجا رو بگرد و واقعا 2 روز پشت سر هم مرخصی گرفت از سر کارش و به صبح تا بعد از تمام آگهی هایی که برای خونه ها بود که به بودجه‌مون میخورد که بودجه‌مون هم زیاد اصلا نبود، تمام آگهی ها رو دید، تمامشون رو رفت بررسی کرد و بنگادار حرف زد و واقعا من خودم اصفهان بودم، اینجا نبودم و این دختر واقعا 2 روزه خونه رو پیدا کرد و قرارداد رو بست و خونه دار شد. کلیدا رو گرفتیم، البته که تازه اول راه بود، واقعا تازه اول راه بود، به خاطر اینکه چک داده بودیم پولمون هنوز آماده نبود، اون از اون طرف پولش هنوز نگرفته بود از صاحب
من این طرف هنوز وامام رو بهم نداده بودم و ما چک داده بودیم و تا یک تایم مقرری چک رو پاس می‌کردیم و این تازه اول راه بود، تازه اول استرس بود، ولی دلخوش بودیم. این همینجا این بخش اول این ویدیو بود. این مال قبل از این بود که بیایم و چالش‌های قبل از اومدن. اینو تا همینجا داشته باشین. بخش بعدیشو براتون میذارم خیلی زود و مرسی که گوش دادین. دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.